فریاد خواهند زد استحکام خود را و نشان خواهند داد اقتدار ملی را. ناگهان آمد آن بهاری که ما به فتوای روز بیداریم، سیدی از سلاله تسلیم که به خال لبش گرفتاریم. فراغنامه بیانات مقام معظم رهبری در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش. استقلال یکی از پایه‌های انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی بود. شعار استقلال در کنار شعار آزادی یکی از مهمترین شعارهای انقلاب بود و هست و خواهد بود. اون چیزی هم که میتواند استقلال را تأمین بکند برای انقلاب اسلامی ما تکیه صریح و شفاف بر مبانی انقلابه. همچنانی که امام بزرگوار اینجور بود. امام از اول شروع نهضت همه حرف خود را صریح بدون ابهام بیان کرد. اینی که ما با نظام سلطه مخالفیم، امام در این هیچ پرده پوشی نکرد. نظام سلطه یعنی اون نظام بین المللی که متکیست به تقسیم دنیا به سلطه‌گر و سلطه‌پذیر، امام اینو رد کرد قاطعاً. موضع‌گیری ما در مقابل آمریکا به مناسبت این نیست که اینها یک ملتی باشن که ما با این ملت مخالف باشیم یا خصوصیات نژادی تأثیری داشته باشد. اینا نیست مسئله این است که دولت ایالات متحده آمریکا منش و ذات و رفتارش مداخله‌گری و سلطه‌گری است. امام در مقابل این موضع صریح و شفاف گرفت. در همین مذاکرات گوناگونی که در این روزها انجام میگیرد، ملت ایران این مذاکرات رو زیر نظر داشته باشند. اظهار نظرهای بی‌ادبانه مسئولان آمریکایی رو مردم ببینن، زیر نظر داشته باشند، بشناسند دشمن را. اون چه کشور را نجات میدهد تکیه به نیروی داخلی است، هم در زمینه اقتصاد، هم در زمینه مسائل گوناگون اجتماعی و سیاسی، هم در زمینه مسائل فرهنگی. نگاه به درون. انشاءالله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم در آینده نزدیکی ابلاغ خواهد شد. اون چه که مهم است این است که آحاد ملت ما وحدت خودشون را حفظ کنند. امروز متن حرکت ملت ایجاد اقتدار درونی است، ایستادگی در مقابل طوفان‌های مخالفت و معارضه است که به حمدالله در طول این 35 سال طوفان‌های شدیدی بود و ملت ایستاد و حرکت دشمنان رو ملت در این سالهای متمادی خنثی کرد. بعد از این هم باید بتوانند انشاءالله این حرکات رو خنثی کند و خنثی هم خواهد کرد.